در دایره کارهای آبادانی و سازندگی ساکنان جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش کوپروک دهه‌های خود را از نوسازی نموده مشکل چندین ساله رفت و آمد واسطه‌های نقلیاتی ساکنان را برطرف ساختند. به گفته مسئولین قریب هر سال آنها پل 4 دهه محله خود را که ویران و ولنگار میشد تعمیر می‌نمودند، اما امسال با مصلحت همدیگر این کوپروک را از نوسازی کردند. همین است که تا امروز برای بنیاد کردن پل مذکور نزدیک به 100,000 سومانی مصرف گشته است. برای پورا انجام یافتن کارهای سازی آن 50,000 سومانی دیگر خرج خواهد شد. یک 3 سال پیش همین کوپروک در حالت صدمه‌ای گرفتار شده بود. با همون طرح حشر ما وی رو ساز کرده با خلق پیشنهاد کردیم. باز پارسال باز همین خیلی به حالت صدمه‌ای دچار شد. باز با طریق حشر با دستگیری همین خلق باز یوباجو کرده با کار سر کرد. امسال ماه فوریه وقتی همون خنکی همین کوپروک از چسی بالاش به صدمه دچار شد، یعنی که غلطید، پایه‌های بتونی و همون شش از کار برآمدند. ما با همراهی دهه روی نو، دهه انقلاب، دهه نوآباد مسکین‌آباد تصمیم گرفتیم که همین کوپروک را در حالت پیشتر برقرار کنیم و با خلق پیشنهاد کنیم. با طریق حشر همین کوپروک را راست کردیم. خلقی مقصد نوآباد مسکین‌آباد دهه انقلاب دهه روی نو کلان اومده با طریق حشر یاردم کردن، سهم خشونه گذاشتن. دستگیری مردم در کارهای آبادانی بسیار خوب است. مردم برای همین کارهای آبادانی هوسمندن. هم گپ زدن سری وقت میان کار رو اجرا میکنن. مثلا خیر جاریه گفته کوپروک همه روی وطن دوستداری روی ایمان انصاف داری. باید گفت که این پل 8 متر پهنایی و 20 متر درازی داشته، از سطح آبی کانال‌های آبپرتو در بلندی 7 متر قرار گرفته و برای گذشتن ماشین‌های گران وزن دقیقاً تا 70 تن وزن تا باور است. موافق دستور سپارش‌های پرزیدنت هر یک شهروندی که در همین جای استقامت دارد باید که برای آبادی وطنش حرکت کند و یک گوشه وطنش رو آباد کند. ما هم با همراهی همین رئیس ها تصمیم گرفتیم که همین کوپروکی که در مابین دهه روی نو انقلاب و نوآباد مسکین‌آباد و شهر باختر میپیوندد همین رو به حالت پیشتر برقرار کنیم. خلق دستگیری کرد، با یاردم و دستگیری خلق تشکر به همه اون خلق‌هایی که در اینجا با اون نفرایی که در اینجا تصمیم گرفتن و مبلغ گذاشتن به همشون رحمت کلام. همین خیلی بگم رای مثال 6,000 آدم های این رفت اومد بسیار میشه. کاری خداخواه صحابی نقصید نه، مردم خیلی مهنت کردن، زحمت کشیدن. انشالله که با آینده با یک اونجا راه راست کنی چیه در فکر خیالمون هست. همین طریق کارهای آبادانی اینجا همه دهقانن برای پمیدار بادرینگ هم برای خواجگی خچانه گذراندن. مثال نه خوب شید به تشیش مقصد میگذرونن، اما مهنتی کردگیش ثمرش میگیرن انشالله. بنا به گفته مسئولین آنها متخصصان اداره راه ناحیه را دعوت کرده با توصیه ایشان کوپروک را بنیاد نمودند. از این رو باوری دارند که بیش از 50 ساله ها برای مردم این پل ماشین گذر خدمت خواهد رسانید. حالا مرحله اساسی ساخت و سازی کوپروک به پورگی انجام داده با پوشانیدن قسمت بالای پل آن را مورد استفاده قرار خواهند داد.